فاطمه زهرا دنیا را زیر و رو می کند. دنیا را زیر و رو می کند. آخوندهای رافضی مدعی هستند که فاطمه زهرا به دست عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما به شهادت رسیده است و از طرف دیگری میگویند او دنیا را زیر و رو می کند. بگو یا فاطمه دنیا رو زیر و رو کن، ماه و خورشید خلق کن. بگو یا فاطمه کویر رو سبز کن. بگو یا فاطمه رودخانه جاری کن. بگو یا فاطمه چشمه به جوشان، این شأن توه. ولی تا وقتی که سیستم فکری بوبکری و عمریسمیه، محروم از کلی تو همین خاکدان دنیا. حال باید پرسید اگر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دنیا را زیر و رو می کند، پس چرا به زعم باطل شما نتوانست مانع شهادت خود به دست عمر فاروق گردد؟ و اگر ایشان می تواند که ماه و خورشید خلق کند و رودخانه و چشمه جاری سازد، پس چرا نتوانست مانع شهادت امام حسن و امام حسین رضی الله تعالی عنهما گردد؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بگو آنان را که جز الله فریاد رس خویش می پندارید به فریاد بخوانید. آنها در آسمان ها و زمین به اندازه ذره‌ای صاحب اختیار نیستند و در تدبیر آسمان و زمین هیچ مشارکتی ندارند و الله در میانشان هیچ یاور و پشتیبانی ندارد.